سلام دوستان، چطورین؟ خیلی خوش اومدید به چپتر دوم احضارگر نابغه و آکادمی نکرومنسرها. قبل از اینکه بریم سراغ مانهوا، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بریم حالا سراغ مانهوا. لیتس گو. همونطور که توی چپتر قبل دیدین، اون دختره به این پسر سایمون یه نامه میده و میگه پس تو کیزن میبینمت. پدر اونجا میگه سایمون بذار نامه رو ببینم. سایمون هم میگه اوه بله پدر، بفرما ببینش. پدر نامه رو میگیره و میگه با پذیرش ویژه کیزن سایمون فولتانیا تو میتونی بیای وارد دانشگاه ما بشی. پسر میگه اوه پدر، وقتی میگه کیزن منظورشون همونه؟ پدر میگه آره، اتحاد تاریک و فرماندهی نکرومنسرها، همونطور مدرسه‌ای برای پرورش نکرومنسرها هم محسوب میشه. مدیر مدرسه کیزن نفتیسه، همونی که الان دیدی. پسر میگه مدیر؟ پدر میگه به قیافش نمیخوره، نه خیلی کوچولو است. پسر در ادامه میگه این کیزن کجاست؟ خیلی دوره؟ پدر میگه آره، توی جزیره‌ای به اسم روکه. باید تو مرکز پادشاهی درسدن باشه، لانکستریان. سوار کشتی بشی و بری تا برسی به ساحل جزیره. اما نگران نباش سایمون، تا الان لانکستراین هستی، کلی بهت خوش میگذره و جزیره روکم یه جای خارق العاده است. علاوه کیزن به یونیفرم های شیکش معروفه. جون. پسر میگه یونیفرم؟ یعنی فکر مادر میگه خب تا جشن بوریدی با همین چیزا سرگرمیم. پسر میگه چی؟ چطور؟ پدر در ادامه میگه واسه نکرومنسر شدن راه درازی در پیش داری. تو مدرسه باید کلی مهارت یاد بگیری. اولش باید سخت باشه، باید اول هستت رو باز کنیم، درسته؟ مادر میگه عزیزم نیاز نیست یکم بهش جادوی سیاه یاد بدی. پدر میگه البته که اونم بهش یاد میدم. او درسته، با روش‌های نتفلیکس هم به یاد بگیری. پس با خوابیدن تا لنگ زور فکر نکن پسرم. بعد دیدن اون روز نتفلیکس، شلوغ‌ترین هفته عمرم رو شروع کردم. همش به خاطر آمادگی برای کیزن بود. این حرفای پسر است و میگه مامان بابام چیزای خوبی در مورد زندگی مدرسه میگفتن خیلی بهم خوش میگذره. اما انگار پذیرش ناگهانی مدرسه نگرانشون کرده بود. شاید درد داشته باشه اما باید تحمل کنی پسرم. پسر میگه باشه. یه فکر می‌کنه انگار پسر داره بالای پسر یه طلسمی رو اجرا میکنه که هستشو باز کنه. پسر میگه 3 روز اول اون هفته رو اصلا نتونستم بخوابم. با کمک جادوی پدر هستم رو شکل دادم. به حالا پدر به پسر میگه حالا آروم نفس بکش و پسر تو دلش میگه و باقی هفته روش‌های تنفسی رو یاد گرفتم و دوره جادویی سیاه پدر رو گذروندم. 1 هفته بعد من پسری که تمام عمرش تو شیل بوده رو سپری کرده بودم. اونا انگار سوار کالسکه شدن و دارن میرن به همون جزیره درسدن و میگن ما رفتیم. این مادر میگه لطفاً مراقب باش سایمون. داشتم میرفتم کیزن، قدرت جادویی که تو فضای اطرافت جریان داره رو به سمت بدن جذب کن سایمون و آروم آروم مانا رو شکل بده و بعدش اون رو به سمت هست حرکت بده. خودشه. آفرین سایمون. حس میکنی مانای درونت سخت‌تر شده. فکر می‌کنیم انگار پدره داره به پسر درس جادویی میده که چطور ماناشو قوی‌تر کنه و مانا رو جذب کنه و میگه حالا مانا رو به سمت دستات هدایت کن. آره، از طریق انگشتات آزادش کن. ما می‌بینیم که انگار پسر داره مانا رو به سمت انگشتاش رها میکنه و انگار یه چیز سیاهی ازش میزنه بیرون. پدر میگه آفرین سایمون، این منبع قدرتی که نکرومنسرها ازش استفاده میکنن، منبع تاریکی. پدر در ادامه میگه بزرگترین تفاوت یک جادوگر و یک نکرومنسر تاریکی اینه که مانا ماهیتی مثل گاز داره که باعث میشه فاصله ذرات زیاد باشه و توی هوا پخش بشه. از طرفی تاریکی به مایع یا جامد نزدیک‌تره و همین علت تغییر شکلش راحت تره. پس اگه از تاریکی استفاده کنی میتونی چنین شکلی رو ایجاد کنی. پسر میگه واو. پدر در ادامه میگه اونایی که با قدرت تاریکی تمرین میکنن بهشون میگن نکرومنسر. از اونجایی که وقت زیادی نداریم باید روی مبانی استخراج تاریکی از هست تمرکز کنیم. پسر میگه بله پدر. انگار میبینی پسر داره تمرین میکنه و چیزای سیاهی از دستش میزنه بیرون، همون منبع تاریکی، و میبینیم با اون چیزای سیاه انگار داره یه شکلای جامد مانند رو درست میکنه که اولش انگار سخته، ولی پدر میگه باورم نمیشه. حدود 6 ماه تا 2 سال طول میکشه تا شخصی بتونه با استفاده از تاریکی شکل ایجاد کنه. اما سایمون در عرض 3 روز به این شکل باور نکردنی رسیده. میدونستم استعداد داره، اما چنین استعدادی بالایی ممکنه نتیجه معکوس داشته باشه. ساخت هستش رو به تأخیر انداختم به این امید که اشتباه دوران جوانیم رو تکرار نکنم. اما حالا وقتشه که استعداد شکوفا بشه. ما انگار میبینیم پشمای پسر ریخته و میگه پدر ببین آبی نفتی دیدم.
پدره به پسره میگه تاریکی رنگ آبی زیبایی داره. انگار پشمای پسره ریخته و میگه آبی رفتی خوبه، من یه جور استعداد نادرم. رفیق پدره میخنده و میگه فقط یه رنگ باحاله، فقط همین. و انگار میبینین زده تو پره پسره و انگار میبینین کالسکه وای میسه و یکی میگه رسیدیم ارباب. و اربابه میگه چی؟ به همین زودی رسیدیم کیزن؟ نه، اینجا نزدیک مرز پادشاهی درسدنه، اینجا باید خداحافظی کنم سایمون. سایمون میگه چی؟ منظوری چیه پدر؟ پدره میگه ببخشید که زودتر بهت نگفتم، نمیتونم وارد پادشاهی درسدن بشم، داستانش مفصله. پسره میگه چی؟ پدره میگه از اینجا باید قبل از انجام هر کاری فکر کنی و تصمیم بگیری. پسره میگه پدر ولی چرا؟ پدره میگه نگران نباش، بهت اطمینان دارم پسرم، تو هر کاری رو بهتر از بقیه انجام میدی و واقعا بهت افتخار میکنم. عجب صحنه دراماتیکی. انگار میبینین که پدره رو وسط بیابون ول کردن و انگار خودشون تنهایی دارن میرن به پادشاهی درسدن. پدره میگه مراقب باش. آخه احمق، الان این همه فاصله چطور میخوای برگرده خانه؟ یک هفته بعد پادشاهی درسدن. انگار یکی میگه رسیدیم. انگار ما میبینیم که اینجا پادشاهی درسدنده و میبینیم که انگار اینجا یه امپراتوری کوچیک به نام لانگرستاینه. پسره میگه واو چه بزرگه، باید حواسم جمع باشه. بذار ببینم، گفته خیابون کامل 239 یه راهنما منتظرمه. یعنی کجاست؟ انگار میبینی پسره نظرش جلب میشه به یه زنی و میگه ببخشید میشه یه سوال بپرسم خانم؟ دختره میگه انگار رو دختر جذاب لعنتی میگه چطور میتونم کمکت کنم یا حضرت جیسل کلاس؟ انگار چشمای دختره ازش داره بیرون و پسره با ترس زیادی میگه آره میخواستم بدونم این آدرس که نوشته شده کجاست. انگار تو ذهنش میگه ترسیدن بیادبیه. دختره میگه فهمیدم بذار ببینم. انگار چشمش میاد جلو و آدرس رو نگاه میکنه و میگه خیابون کامل، اون میدون اونجا رو میبینی؟ دختره در ادامه میگه برو، وقتی ازت شک شدی به پیش راست، بعدش خیابون با موزاییک طلایی میبینی، اونجا خیابون کامل هستش، یکی از جاذبه های لانگرایس. پسره میگه خیلی ممنون خانم. اون دختره میگه چه پسر مؤدبی، مراقب باش، امیدوارم تو لانگراس خوش شانس باشی. پسره میگه مرسی همچنین و انگار میره و انگار یه یارو رو میبینی که کلاه سرشه و میان سمت این خانومه و میگه ببخشید خانم. اون خانومم میگه بله و میبینیم که انگار اون کچره میگه میشه یه لطفی بهم بکنید. ما اینجا تو تصویر پسره رو میبینیم که انگار خوشحالی زیادی داره میره. ما اینجا یه آبشاری میبینیم که انگار دختری اونجا نشسته و میگه چرا انقدر طول کشیده؟ گم شده؟ گم که نشده، خدایا کمکم کن. و همینجا مانوا تموم میشه دوستان. قبل از اینکه مانوا تموم بشه یا فیلم تموم بشه، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. نظراتتون هم داخل کامنت ها بگید. از قدیم گفتن هر کی لایک و کامنت و سابسکرایب کنه مادرش 100 سال زنده بمونه. پس خداحافظ.